ایوا شما چرا اومدی؟ بذار ببینم قبول نیست. چرا اینا رو تو میری؟ چیو قبول نی؟ دبه نکن دیگه، با هم قرار گذاشتیم یکی در میون. من این حرفا حالیم نیست. منم میخوام ببینم. خیلی خب بابا، تابلو بازی در نیار، الان با هم میری. ایوا شما چرا اومدی؟ نه راحت باشین، چیزی نیست. دکتر ارشیا دستیار من هستن، ما با هم عمل میکنیم شما رو، ایشون هم باید ببینن. آها ببخشید یه لحظه هول کردم. نه خواهش میکنم. چه بوی عطری هم فضا رو پر کرده. سلام. علیک سلام. دکتر ارشیا نوبت شماست. نه خواهش میکنم. من جسارت نمیکنم. شما استاد منی. کارای بزرگ و خودتون انجام بدین بهتره. نه بابا این چه حرفیه، نوبت شماست. ای بابا من که هنوز نگفتم واسه چی اومدم. هیچ فرقی نمیکنه، به هر حال الان نوبت دکتر ارشیاست. ای بابا شما بفرمایید برای چی اومدین؟ برای بینیم اومدم. حس میکنم دماغم خیلی بزرگه. اوکی شما هزینه عمل رو کامل پرداخت کنین. من واسه ماه دیگه براتون وقت میذارم. نمیخوای معاینه کنین؟ نه نیازی به معاینه نیست، ما کارمون رو بلدیم. خیلی خوب. چقدر باید بدم؟ داداش گوشی جواب بده. چی داری میگی؟ مثل که جدی جدی باورت شده اینجا مطب ماست. شاید مشتری خوبی باشه ها. شما با مطب دکتر مالمالیان تماس گرفتید. لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید. بوق. عشقانه عوضی پدرتون رو در میارم. تو اخبار دیدم که دکتر مالمالیان چند وقت ربوده شده. الکی خودتون رو جای دکتر میزنین، منو میبرید اون پشت نیم ساعت معاینه میکنین. الانم دارم با پلیس میام اونجا دهنتون رو سرویس میکنم. اوه داداش بدو بریم که هوا پسه. آره باید بریم. ولی نمیدونی چه دافی قرار بود بیاد. برای چی میخواست؟ لابیوپلاستی.